سلام، حالتون چطوره؟ در ادامه همایش بانوان کارآفرین که چند سال پیش توی کاشان برگزار شد، ما برای آشنایی بیشتر با خانم هایی که تو سطح کاشون فعالیت میکنن، چه تو صنعت چه تو هر بیزینس دیگه‌ای، میخوایم یه گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. میخوایم چالش هایی که باهاش مواجه هستن رو شما عزیزان تو خونه هم بدونید، شمایی که اگر ترس دارید برای شروع مسیرتون و اون عزیزان و اون بانوانی که تو سطح شهرمون فعالیت کردن، قطعاً به قول خودمون جاده صاف کنه یه سری از مشکلات بودن، برامون خیلی ارزشمند هستش که اونها دیده بشن، صداشون شنیده بشه، نظراتشون گفته بشه تا بتونیم بیشتر از تجربیاتشون استفاده کنیم. امروز در خدمت خانم دکتر طلیه ناصری هستیم، هیئت رئیسه شرکت زغال غالب. من صحبت رو کوتاه میکنم و اجازه میدم که خودشون یه معرفی کوتاه خدمت شما داشته باشن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام مخاطبانتون. خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما هستم. خوشحالم از اینکه این فضا در کاشان داره کم کم باز می شود که جای کار برای خانوم ها خیلی زیاد وجود داره و خیلی خوب خانوم ها میتونن از عهده همه کارها بر بیان، نه فقط یک سری از کارها. من همطور که شما گفتید رشته تحصیلیم دکترای صنایع چوب و کاغذ هست، در کنارش یه کارشناسی ارشد MBA هم دارم و در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شرکت زغال غالب هستم، شرکتی که تقریباً 40 ساله در عرصه صنعت فعالیت میکنه در کاشان و در اقصانقاط ایران و صادرات به تقریباً 4 قاره از افتخارات ماست. من در خدمتتون هستم. سلامتی، بسیارم عالی. با خانم دکتر ناصری که آشنا شدیم، میخوام قطعا خب ایشون گفتن 40 سال هستش که شرکت زغال غالب تأسیس شده. شما از یه جایی به بعد به شرکت زغال غالب پیوستید. با چه سمت شغلی، با چه دیدگاهی و اصلا چجوری شد اون زنجیره که به وجود اومد و قدم گذاشتید؟ کجا بود شرکت؟ توی حوزه برندسازی یا مثلا حالا چند سال پیش حتی بود؟ اینا رو بر ما. ابتدای کار من، شروع کار من با شرکت زغال غالب برمیگرده به سال 1380 و به عنوان آرندی به شرکت زغال غالب اضافه شدم. شرکت زغال غالب یه توضیح آرندی رو برای مخاطبانمون میتونید توضیح بدین؟ مسئول تحقیق و توسعه و در واقع روند بهبود کیفیت. اون زمان مرتبط بود با رشته تحصیلیتون؟ بله، اون زمان من دانشجوی فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ بودم که اصلا به این واسطه این ارتباط برقرار شد، به واسطه اینکه تا اون موقع در واقع کارآفرین شرکت زغال غالب آقای مهندس خدیوی اصلا به گفته خودشون نمیدونستند که رشته دانشگاهی در این زمینه وجود دارد، چون صنعت چوب و کاغذ یه صنعت خیلی گسترده‌ایه که اتفاقات زیادی توش رقم میخوره و محصولات و تنوع محصولاتی که تولید میشه از ساده ترینش که میتونه MDF باشه و این داستان ها تا پیشرفته ترینش که تولید انواع کاغذ، حتی کاغذ اسکناس، همه اینها به صنعت چوب و کاغذ برمیگرده. ارتباطی برقرار شد در ارتباط با یه محصول کیفی که زغال غالب تولید میکرد ولی به یه سری اشکالات خورده بود. از نظر کیفی معضلاتی داشتن و ارتباط با من گرفته شد. من آمدم زغال غالب به شکل حالا مشاور برای بررسی اون مشکله تا کم کم این درگیری اضافه شد تا رسیدیم به اینجایی که الان تقریبا بیش از 10 ساعت تایم کاری من صرف شرکت زغال غالب میشه. شرکت زغال غالب به واسطه اینکه بریکت تولید میکنه، یعنی یک نوع زغال فشرده تولید میکنه، ارزش افزوده‌ای به زغال میدهد که نوع استفادهش رو با استفاده عوامی که شاید خیلی از ماها هنوز هم در موردش اون دیدگاه رو داریم تفاوت ایجاد میکنه. محصولاتی تولید میشه که خب قسمت اعظمش صادر میشه در داخل کشور، داره اتفاقاتی میفته، داره راه میفته. اون میفته. روزم که شما آمدین
این افکار پشتش بود؟ یعنی این دیدگاه پشتش بود؟ کم کم به وجود اومد. من وقتی آمدم این چیزی که از من خواسته شد و آمدم برای اینکه اتفاقاتی رقم بخوره اینه که سطح کیفی این محصولات بالاتر بره. این محصولات و یا این شرکت یه ریبرندینگ بشود، یه حرفی برای گفتن در جامعه، در صنعت پیدا بکنه، در صنعت پخش پیدا بکنه، روی صادراتش کار بکنیم، روی تنوع محصولاتش کار بکنیم. شرکت زغال‌قالب تا به اون زمان هیچ گونه سرتیفیکیتی نداشت. یعنی اینکه وقتی می‌خواست بار صادر بکنه با این چالش روبرو می‌شد که خب حالا شما چه سرتیفیکیتایی دارید، چه گواهی‌های معتبری دارید برای اینکه به بازارهای اروپایی راه پیدا بکنید، برای اینکه به حوزه خلیج فارس برید. ما مدعی هستیم که تو این زمینه در واقع جاده صافکن صادرات انواع بریکت شرکت زغال‌قالب بوده. سال 1380 که ما شروع کردیم به صادر کردن انواع محصولات، اصلا صادرات چیزی به عنوان زغال در کشور ما وجود نداشت. زغال فشرده. حالا این زغال فشرده استفاده های مختلفی داره و روندهای رو به رشدی رو در طول این سالها، در طول این تقریبا حداقل 20 و چند سالی که من بودم و این 40 سالی که خودش سابقه داره طی کرده. و شما نه بگو شما ادامه به یه جایی میخوام برسم این صحبت رو که شما میکنین. میخوام بدونم که اول که من یه توضیح بدم، نمیدونم چقدر با شرکت زغال‌قالب آشناییت دارید، ولی میخوام طبق چیزی که من توی بازار میشناسم یه وقتایی مثال زدنی هستش، چون ما خودمونم یه سری اتفاقا یه عزیزی که فروشگاه یه معروفی هم داشتش حالا تو شهر ما، من خب محصولاتمو که میبردم اونجا به عنوان مثال زغال‌قالب رو بر من مثال زد. حالا نمیدونست که ما با هم آشنا هستیم. گفتش که شرکت زغال‌قالب اولین چیزی بود مثلا تو برندسازی صحبت می‌شد، میگه زغال رو برندش کرد. بله. یعنی یه چیزی که شما فکر کنی مثلا خیلی ساده است، خیلی دم دستیه، اینو اگر که خوب کار کنی، اگر واقعا خوب پرزنت بشه و همه اون اتفاقاتی که باید رقم بخوره، میشه یه برند برای خودش. اینو میخوام بدونم. سال 80 شما پیوستید، تا قبل از اون شرکت کار خودش رو انجام میداد، گفتید سرتیفیکیت نداشته. اون پیوستن شما به اونجا میخوام بدونم چه تحولی ایجاد کردش؟ یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد، البته قبلش اینو بگم، هیچ اتفاقی به واسطه یک نفر به تنهایی اتفاق نمیافته. اگر ما یک تیم باشیم یتیم نمیشیم. جمله‌ای که از اساتید ما همیشه برای ما به یادگار باقی میمونه اینه که باید نتورکینگ رو یاد بگیریم. تا قبل زغال‌قالب کارش رو انجام میداد، ولی یه گروه آمدن، یه گروهی که شاید من بتونم بگم به سرپرستی من یا به مدیریت من، اینها تیم جوانی بودند که به زغال‌قالب اضافه شدن و یه دیدگاه سنتی رو تغییر بدهیم. ما آمدیم سرتیفیکیت ها رو گرفتیم، ما آمدیم یه سری محصولات جدید رو به این سبد کالا اضافه کردیم، یک سری دستاوردهایی برای شرکت به وجود آمد که مجموع این دستاوردها کنار اون آفرینشه و خلقه که صورت گرفته بود که زغال رو از یه سری مغازه هایی که فقط زغال فروشی بودن، شاید خیلی به شکل خیلی سنتی فقط زغال عرضه میشد، این اومد بیرون، پکیجینگش ارزشمند شد. بله. مشتری پسند شد. شما اولین جایی بود که شلف دادید برای بله. زغال تا قبل از اینکه زغال‌قالب اصلا بیاد در عرصه، شلفی در سوپرمارکت نداشت، جایی در سوپرمارکت به عبارتی نداشت. همه فکر می‌کردن برای زغال باید مراجعه کنم به یه جاهایی که فقط زغال فروشیه، یه چیز سیاه شاید در به داغونی که باید دور از بقیه چیزها نگهداری بشه. ولی زغال‌قالب ثابت کرد که این محصول میتونه در انبار نمایندگی ها کنار بیسکویت، کنار شیر، کنار
کنار ماست به واسطه نوع پکیجینگ قدری که داره قرار بگیره. لازم نیست که نماینده یا مغازه‌دار نگران این باشه که الان این محصول کنار زغال قرار گرفته، الان اتفاقی ممکنه براش بیفته، الان ممکنه سیاه بشه، الان ممکنه هیچ کدوم از اینها همه حاصل تلاش هایی که در طول این سالها اتفاق افتاده. تعداد نمایندگی هایی که زغال قالب الان داره باهاش کار میکنه در طول این سالها اتفاق افتاده و یه تحولی در فروش این شرکت صورت گرفت در طول سالهای اخیر و یه محصولاتی به سبد کالا اضافه شدن که همه اینا حاصل تلاش اون تیم جوانیه که حالا قطعاً مدیریت داشته، قطعاً سرپرستی داشته، ولی اتفاق افتاده. ما یه جاهایی تو دل ناتوانی ها، تو دل بحران ها ثابت کردیم که می شود مانند ققنوس از دل آتش در آمد. زمانی که شرکتی آتش سوزی خیلی وحشتناک داشت، بحرانی بود که شاید به گفته آقای خدیوی این رو بارها اذعان کردن که اونجا فکر کردن کار زغال قالب تمام شده، چون انبارهای شرکت سوختند، از بین رفتن، هیچی باقی نمانده بود، فقط خط تولید سالم بود. من یادمه توی اون سالی که این اتفاق افتاد من به شخص 72 ساعت از کارخونه بیرون نیومدم، یعنی با یه لباس رفتم. وقتی بهم خبر دادن این اتفاق افتاده ساعت 2:30 شب بود، رفتم توی کارخونه تا 72 ساعت بیرون نیومدم از کارخونه، اونجا بودم، برای اینکه این بحرانه باید یه جوری مدیریت میشد. دلنگرانی هایی وجود داشت، نکنه به جای دیگه سرایت کنه، نکنه نشه مهارش کرد. ما کنارمون شرکتی رو داشتیم که شاید میلیون ها لیتر، عدد خیلی بالاییه، ولی داشت، واقعا متانول داشت کنار ما و اگه آتش به اونا سرایت میکرد کل شهرک صنعتی به عبارتی به مخاطره میافتاد. ولی موندیم و جمعش کردیم چون اعتقاد داشتیم به این که میشه، به این دلیل که اومده بودیم پای کار وایسیم دیگه، نیومده بودیم وقتی بحرانی پیش میاد، یا همین الان هم 12 روز جنگ رو داشتیم، نیومدیم وقتی که بحرانی پیش میاد جا خالی بدیم. دقیقاً میگن که هر موفقیت از شکست‌های پیاپی هستش. تو ممکنه پشت سر هم شکست بخوری، مهم اینه که امید و انگیزت رو از دست نمیدیم. در نهایت ما چند تا به بچه‌ها همیشه میگم که ما چند تا کلمه رو نداریم تو زغال قالب: نمیشه، نمیذارن و نمیتونم. ما این سه تا فعل رو به کار نمیبریم، اشتباه میکنیم، به قولی گند میزنیم، ولی پای گندمون وای میستیم و جمعش میکنیم. نهایتا نتونیم جمع بکنیم، میشه یه تجربه، میشه یه فرایندی که ازش بعداً استفاده میکنیم، ولی قرار نیست که همیشه همه چیز گل و بلبل باشه، همیشه نرخ تورم نداشته باشیم، دلار یه عدد ثابتی باشه و همیشه در شرایط بهینه کار بکنیم. نه، اینطوری کار کردن هنر نیست. پای کار وایسادن به نظر من هنر. خیلی وقتا چالش تو کارخونه برای من حداقل پیش اومده، خیلی وقتا به درهای بسته خوردم. ما در مورد همه اینا صحبت کردیم، در مورد شرکت زغال قالب صحبت کردیم، در مورد اتفاقایی که درش افتاده، از چه به چه تبدیل شده گفتیم، که ببینیم که نقش یک زن یا زنانی، قطعا شما نیروی زن اونجا دارید، چه چیز میتونست باشه. ما میخوام از این شروع کنم. شما وقتی وارد یه کاری شدی مثل زغال قالب، یه کار کاملا نگاش کنی مردونه است، بعضی کارا از دور مردونه است، بعضی کارا از دور زنونه است. حسی که داشتی، اصلا با چه دیدگاهی واردش شدی؟ ترس داشتی؟ امید داشتی؟ دریچه نگاهت نسبت به اون شغل، اصلا فکر کردی این شغل آیندته؟ قرار اینقدر من دیدم خیلی باش گره خوردی، خیلی. دیدگاه تو واسه میخوایم بریم به روزای اول، اون چجوری بود؟ یه خورده بریم عقب‌تر، زمانی که اصلا این رشته رو انتخاب کردم. یادمه وقتی که انتخاب رشته میکردم و وقتی جوابش اومد، خیلی‌ها به من گفتن خیلی رشته پسرونه‌ایه و تو چجوری آگاهانه انتخاب کردی یا اینکه باری به هر جهت؟ مدرسه چی میخوندی؟ چه رشته بودی؟ تجربی بودی. بعد دانشگاه چی انتخاب کردی؟ رشته مهندسی منابع طبیعی و رشته صنایع چوب و کاغذ. یعنی زیر شاخه اونه. که اصلا اون ابتدا تو هم درسات فکرم شما هم خیلی درسات خوب بوده. من پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان قبول شدم
ولی چیزی که احساس می‌کردم این بود که روحیاتم با پزشکی همخونی نداره و حتی ثبت نام هم کردم. یعنی من یادم رفتیم اصفهان ثبت نام کردیم و من همونجا تو دانشگاه اصفهان وقتی ثبت نام کردیم با پدرم رفته بودم، گفتم بابا من اگه نخوام برم چی میشه؟ گفت شهریه دادیم، پرداخت کردیم، الان میگی؟ آره الان میگی؟ گفتم من احساس میکنم نمیخوام این رشته رو بخونم و حالا در شرایطی هم بود که 1 هفته از زمان ثبت نام دانشگاه تهران گذشته بود. یعنی ما زمان ثبت نام، گلدن تایم ثبت نام عملاً از دست داده بودیم. 2 جا قبول شده بود، یکی پزشکی اصفهان، آزاد اصفهان، یکی هم دانشگاه تهران. این رشته‌ای که نه الان رشته‌اش هم نمیتونم بگم ایشون. آره. ورودی چه سالی هستی شما؟ من ورودی 76 ام. واقعا 76 هنوز که هنوزه مامان باباها دغدغه دکتر شدن بچه‌هاشونو دارن. آره. اون سال دیگه میخوام بگم یه خیلی زیاد بود، تب دکترا، تب پزشکی خیلی زیاد بود، حیثیتی بود. خیلی زیاد و از اینجا اصلا جرقه خورد که یکی به من گفت تو مهندسی دانشگاه تهران رو رها کردی اومدی پزشکی اصفهان، اونم دانشگاه آزاد. گفتم که اینا به فکر فرون برد. دیدین یه موقع‌هایی شما اضطراب حاصل از افشای درون داری. این اصطلاحیه که یه سری از تراپیستا به کار میبرن. من واقعا داشتم. من به جای اینکه توی محوطه دانشگاه آزاد اصفهان خوشحال باشم، یه اضطرابی داشتم که خودم نمیدونستم بابت چیه، ولی احساس میکردم یه چیزی درونمه که باید بگم. آفرین. و اونجا که به بابام گفتم بعد از ثبت نام این جرأت رو در واقع پیدا کردم، بابام به من گفت الان میگی ثبت نام کردیم، شهریه دادیم. گفتم ولی من فکر کنم نمیخوام این رشته رو بخونم. گفت اوکی اگه نمیخوای به قیمت این که نتونم تهران ثبت نام کنم و بعد 1 سال پشت کنکور بمونم، من به این قیمت گفتم من نمیخوام. رفتیم صحبت کردیم، گفتن خب شهریه توی یه بازه زمانی برگردونده یعنی پا تصمیمش وایساده حتی اگر عواقب منفی داشته باشه. این خیلی مهمه. خیلی همینطور بود. شهریه رو یادم نیست بعد از چقدر وقت برگردوندن. اون موقع هم خب شهریه پزشکی همین الانش هم شاید رقم بالایی باشه، اون موقع یه چیزی حدود 700-800 هزار تومان بودی، همچین چیزایی. و من رفتم دانشگاه تهران، یعنی اومدیم شب کاشان موندیم، صبحش رفتیم تهران و وقتی من رفتم آموزش دانشکده گفتن کجا بودی تا الان؟ از زمان ثبت نام گذشته، باید بری نامه بگیری، باید بری واحد آموزش، اگر موافقت بکنن شما رو ثبت نام میکنیم که رفتیم همه. بعد بابام به من گفت همه این کارا رو خودت باید انجام بدی دیگه، من الان کاری برات نمیتونم بکنم. اگه تصمیم گرفتی که اگه به در بسته میخوری باید برگردی کاشان 1 سال دیگه پشت کنکور بمونی و درس بخونی، این سختی ها رو باید تحمل کنی دیگه. که ما رفتیم واحد آموزش و یه سری صحبت ها و من عین واقعیت رو گفتم که من اینطوری بودم، رفتم اصفهان اونجا پشیمون شدم، حالا اومدم میخوام اینجا اصل صداقت میخوام که این رشته رو بخونم. و بعد نامه به من دادن، تقریبا از هر کلاسی 1 دونش تشکیل شده بود، حالا در حد آشنایی بود و من تهران ثبت نام کردم و خوابگاه گرفتم و برای اولین بار از خانواده فاصله گرفتم، چون تا حالا این تجربه رو نداشتم که خانواده اینجا باشن و من جای دیگه درس بخونم. و از همون ابتدا فکر می‌کردم مسئولیتی غیر از درس خوندن ندارم. یادم ترم اول که اتفاق افتاد، رئیس دانشکده ما خب یکی از فرهیختگان رشته منابع طبیعی بود، آقای دکتر پارسا پژوه، امیدوارم در قید حیات باشن هنوز. وقتی که ترم اول تمام شد و نمرات اومد، اسم من رو بورد زدن که دکتر پارسا پژوه شما رو احضار کرده. کل دانشکده یه جورایی دنبال من میگشتن که تو چیکار کردی که دکتر پارسا پژوه تو رو خواسته. حالا یه بچه‌ای که از یه فضای شهرستان، حالا با اون فضای بسته کاشان رفته تهران و بعد حالا همه بهش میگن که یه کاری کردی که تو رو خواستن. من با ترس و لرز با ترس و لرز رفتم دفتر دکتر پارسا پژوه و یادمه که آقای دکتر شامخی که ایشون کاشانی هستن تو دفتر دکتر بودن. رفتم داخل، دکتر به من گفتم دکتر گفتن با من کار داره. رفتم داخل و خودم معرفی کردم، گفتش که من فقط میخواستم شما رو ببینم به این دلیل که معدلی که شما بابت ورودی ترم اول گرفتی توی سابقه دانشگاهی من که من ریاست دانشگاه بودم و رئیس دانشکده منابع طبیعی نداشتیم همچین معدلی، من فقط میخواستم شما رو ببینم.
دکتر شامخی خورده با من صحبت کردن و کجایی هستی و این داستانا. گفتم دکتر من کاشانی ام. گفت خب میدونی منم کاشانی ام. گفتم من اسم شما فامیل شما رو خب طبیعتا ما تو شهر زیاد شنیدیم ولی خب افتخار نداشتم شما رو ببینم. یادمه بهم گفت اگه کاشانی هستی پس چرا لهجه نداری؟ گفتم نمیدونم و این شد اون اتفاقه که خب اتفاقا خیلی هم خوبه لهجه داشتنه. این شد اون اتفاقه که یه جورایی بولد شدم تو دانشگاه و رشته این یه مورد نکته‌ای که داره اینه که واقعا خانوما یه مسئولیتی رو که میپذیرن، از جان میپذیرن، یعنی واقعا از دل میپذیرن، حل میشن تو اون داستان. این انقل تو کارشون نیستش. چه بسا که روحیه جنگنده‌ای داشته باشن که ما به تک تک اینا سعی میکنیم که با تجربیاتی که هم دکتر داشتن تو مسیرشون حتما مواجه بشیم و بهش بپردازیم. خیلی جالب بود این نشنیدن سر دانشگاه و این جسارتی که داشتن، اون رشته رو اون زمان از پزشکی رفتن یه رشته‌ای که شاید خیلی هم به قول امروزی ها ترند اون زمان نبوده. چه بسا الان هم جز رشته هایی نیستش که بگی خیلی مثلا به قول ما سر دست واسش بشکنن و بگن حتما این رشته خیلی فلانه. دانشگاه رو خوندی، تو سال 80 با شرکت زغال قالب آشنا شدی، میخواستی ورود کنی به شرکت. قرار بود دیدگاه تو به ما بگی، ترس، امید و چه آینده می‌دیدی؟ اگه بگم ترس نداشتم که اصلا نمیشه همچین چیزی. هر کار نوعی که قرار شروع کنی، هر تغییری در زندگی باید با ترس همراه باشه. باید با ترس همراه باشه که شما صد خودتو بذاری، تمام توانتو بذاری. من وقتی رفتم دانشگاه با خودم شرط کردم در مقطع لیسانس باقی نمیمونم. یعنی اگر پزشکی نخوندم که شاید یه جوری آرزوی پدر مادرم برآورده نشده، ولی با خودم همون روز اول عهد کردم که من تا مقطع دکترا پیش میرم که اون عنوان رو به دست بیارم. وقتی وارد شرکت زغال قالب شدم، ابتدا به عنوان مشاور، خب یه سری نقصی ها، یه سری کاستی ها، یه سری با علم پیش نرفتن ها رو دیدم و نیامده بودم که در شرکت زغال قالب یه کارمند بمونم. نیامده بودم که یه بله قربانگوی در واقع کارفرمایی باشم که استارت این کار رو زده بود، چون مدل شخصیتیم واقعا اینطوری نیست. من اومده بودم که اینجوری نیستش. نبوده. من اومده بودم که یه کاری انجام بدم، اومده بودم که خودم رو نشون بدم. این اتفاق افتاد. یعنی یه سری پروژه هایی که سالها زغال قالب میخواست داشته باشه ولی نتونسته بود بهش برسه برای من تعریف میشد و من یکی یکی انجام میدادم. سرتیفیکیت هایی که میخواستن بگیرن، تاییدیه هایی که از سازمان منابع طبیعی میخواستن بگیرن، از جهاد کشاورزی، هدف‌های تیک نشده. به عبارتی به قول استادایی که داریم الان و من هنوز دارم آموزش میبینم، یه اوکی آر هایی رو ما برای خودمون تعریف میکردیم. اینا همه دونه دونه تیک میخوردن و میرفتیم سراغ هدف بعدی. ارتقایی که تو سیستم، محصولات جدیدی که ما اولین شرکتی بودیم در ایران که یه محصول بریکتی رو تولید کردیم که مخصوص کباب کوبیده ایرانیه. یعنی این زغال قابلیت اینو داره که آب روش بریزی، خاموشش کنی و دوباره ازش استفاده کنی. ما نداریم همچین محصولی رو که توی کاتگوری زغال باشه و اینقدر روش کار انجام شده باشه. خب طبیعتا اینا همه صرف هزینه بود، صرف کار بود. من یادمه که زمانی که شرکت یه سرتیفیکیتی رو میخواست بگیره، یه گواهی رو میخواست بگیره، یه سری مستندات بعد آماده میشد و بچه‌ها یه جاهایی خب تعلل و سستی هایی داشتن. من شب تو کارخونه موندم. یعنی گفتم خب این کار انجام نمیشه. اگه قراره من بقیه رو وادار کنم انجام بدم، منم باید پای کار وایسم. گفتم همه امشب تو کارخونه میمونیم. مگه میشه؟ گفتم هیچ اشکال نداره، یه تایمی میخوایم استراحت کنیم، 1 ساعت 2 ساعت رو صندلی‌ها استراحت میکنیم، چون باید رأس ساعت 8 صبح ما آماده باشیم. همه چیز باید آماده باشه. سابقه شب موندن تو کارخونه هم داریم که هنوز بچه‌هایی که با من هستن میگن یادته یه شب ما رو تو کارخونه نگه داشتیم. همینه دیگه. چون قرار بود یه کاری رو انجام بدیم، قرار نبود عرض کردم در جا بزنیم، قرار نبود تو بحران جا خالی بدیم، قرار نبود وقتی کارخونه آتیش گرفته همه بشینیم کنار بگیم حالا افسوس بخوریم، حالا شده، حالا که شده چی کار کنیم، اتفاق افتاده از این به بعدش باید چی کار کرد، رها کنیم بشینیم کنار بخوایم ترحم جلب کنیم یا اینکه نه قراره یه کاری رو ادامه بدیم. من یادمه
وقتی که صادرات شرکت زغال‌قالب به لطف اتفاقاتی که در کشور میافتاد و دوستانی که ناآگاه سمتی رو میپذیرفتن، یک دفعه ما 2 تا کانتینر یا 3 تا کانتینر توی گمرک بندر عباس داشتیم. اسفند ماه بود، اعلام کردن که بخشنامه به تمام گمرکات جمهوری اسلامی رفته که صادرات زغال ممنوع شده و هر آنچه که زغال در گمرکات هست میشه بلک لیست، حکم قاچاق و یه سری داستان‌های این شکلی. من رفتم دفتر مقررات صادرات و واردات کشور و اونجا گفتم خب داستان چیه؟ این اتفاق چه زمانی افتاد؟ سال 92 یا 93. حالا صادرات ما از کی شروع شده؟ از سال 80. گفتم این باریه که 12-13 سال داره صادر میشه. یک مرتبه این همه پرطمطراق، کالای قاچاق، بلک لیست و این داستان ها بابت چیه؟ خب حالا به یه مشکلی خورده، مشکل رو حلش میکنیم، ولی این همه دیگه داستان نداره. اینجا رو پذیرفتن از من، ولی گفتن تا الان صادرات زغال صورت میگرفته، حالا ممنوع شده، دیگه نمیتونین صادر کنیم. چرا ما توی قوانین صادرات کشور صادرات زغال ممنوعه، ولی صادرات زغال طبیعی، زغالی که حاصل از سوزوندن درخت باشه، واقعا درختی از بین بره. وقتی این پروانه بهره برداری میگه که از ضایعات داره درست میشه، اصلا مفهومی یا درکی از ضایعات نداشتن که نمیشه از ضایعات. حالا بعد از این همه سال کار کردن و صادر کردن یک دفعه متوجه شدن که نمیشه. حالا ما باید به اینا ثابت کنیم که میشود. ما داریم سالها این کار انجام میدیم. اصلا بریکت تو همه جای دنیا ضایعاتیه که بهش ارزش افزوده داده میشه و چرا اون موقع متوجه شده بودن حالا بماند مسائل سیاسی، مسائل حالا اقتصادی کشورمون یا مواردی از این دست، باید به اینا ثابت میکردیم که اشتباه کردید و همچین چیزی نیست. رفتم برای ثابت کردن، کمیسیون پشت کمیسیون. یادمه یه روزی خدا نگهشون داره، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات کشور وقتی وارد شد تو کریدور ساعت 8 صبح، من اونجا بودم، خیلی با لحن خیلی بد همراه با داد به من گفت تو کار و زندگی نداری هر روز صبح اینجایی قبل از کارمندا؟ گفتم آقای دکتر، من نماینده 150 تا نیروی کاریم که توی کاشان اگر این صادرات باز نشود از کار بیکار میشن. ایشون در کمال بی‌تعهدی به من گفت به من ربطی نداره، ولی این صادرات باز نمیشه، این صادرات اوکی نمیشه، شما اجازه این صادرات رو پیدا نمی کنید. خیلی راحت تر از اونی که شما الان فکرشو بکنید. ادامه پیدا کرد و من رفتم تا اونجایی که رسیدم به ریاست این دفتر، ریاست مافوق این شخص و رسیدم به معاون وزیر فناوری کشور. یعنی اینقدر پیگیری کردی؟ انقدر من پیگیری کردم، رها نمی کردم، چون نمیتونستم. من رشتم صنایع چوب و کاغذ بود، من میدونستم این چه جوری داره تولید میشه. اینکه انقدر بدون مسئولیت و بی‌پروا بگن تو این سالهام که میشده اشتباهه، بدون اینکه به خودشون زحمت بدن بیان ببینن خب چه جوری داره این محصول تولید میشه که حالا تو راحت میگی صادراتش ممنوعه، نمیتونستم بپذیرم، رها نکردم. انقدر پیگیری تا رسیدم به اون مرکز اصلی توی چالوس. گفتم آقا شما بیاین ببینین تو کارخونه ما، بعد به من بگین این محصولی که داری اینجا تولید میکنی آره به محیط زیست کشور لطمه میزنه، جنگل از بین میبره، درخت آتیش میزنی، منم بفهمم چه اتفاق داره میافته. بالاخره اونا رو کشوندیم کاشان. وقتی اومدن کارخونه رو دیدن، وقتی اومدن این تجهیزات رو دیدن، وقتی این همه کاری که تو این کارخونه میشد، برگشت کارشناس مربوطه به من گفت من باور نمی‌کردم این اتفاقات داره میفته توی این کارخونه. و رشته ایشون هم البته صنایع چوب و کاغذ بود و اصلا نمیدونم و چرا شما بولد نیستید تو کشور، چرا ماها خبر نداریم همچین خط تولیدی به این شکل و انقدر صنعتی تو این کشور وجود داره. فقط شما پیگیری می‌کردین؟ فقط ما پیگیری 150 پرسنل داشت. چند نفر هیئت مدیره؟ هیئت مدیره مجمع سهامداران ما تقریبا 5 نفرن، ولی هیئت مدیره از ابتدا 3 نفر بوده و من کسی بودم که به پشتوانه البته خود آقای خدیوی پیگیر این قضیه بودم که آقا نمیتونم بپذیرم که یه چیزی علمی داره تولید میشه 100%، تو تمام دنیا داره رو بریکت کار میشه، تو چین داره کار میشه، تو اندونزی کار میشه، تو مالزی داره کار میشه، اینا صنعتی دارن، اصلا نمایشگاه دستگاه و ماشینالات تولید بریکت دارن و تو کشور ما انقدر این قضیه پیش پا افتاده است که به همین راحتی زغال دیگه. خب تو این مسیره که میگی نگفتن تا اینکه نه شکست،
پروسش چقدر وقت بود زمانی؟ 1 سال و خورده طول کشید. این 1 سال و خورده چند بار گفتی دیگه نمیرم صبح؟ هیچ وقت. هیچ وقت نگفتم، چون میدونستم اشتباهه و مطمئن بودی اشتباهه. نتیجه میگیری؟ یعنی به اونجایی نرسیدم که خسته بشم، چون قرارم نبود خسته بشم. گفتم اگر چند بار میرفتی؟ من بیشتر مواقع اصلا تهران میموندم، یعنی من یه تایمایی بود که اسکان داشتی تهران زمان؟ اسکان ثابت که نه، ولی خب از دوستان و اطرافیان و اقوام و اینا کمک یعنی میگم سخت بوده. بسیار سخت بود. زمستون و تابستون هم نداشت، چون تایمی که اسفند شد و اینا در واقع حکم بلک لیست پیدا کرد، رفت توی بلک لیست تا 1 سال تمام. فکر میکنم شما محصولتون و اینا اونجا بود؟ بله اونجا بود و حتی ما برش نگردوندیم. سرمایه بلوکه شده بود دیگه. میتونستیم برگردونیم، ولی من به آقای خدیبی گفتم بر نمیگردونیم این بار رو، بر نمیگردونیم تا ثابت کنیم بهشون اشتباه کردن. هزینه هم دادیم بابتش، ولی قرار نبود تسلیم بشیم. این بار نه؟ دقیقاً مرداد ماه، یعنی 1 سال و 5 ماه، مرداد ماه سال بعد 2 روز مونده به عید فطر من مجوز گرفتم. چقدر دقیق یادشه، چون انقدر لذت بخشه و انقدر مسیر سخت. من یه سوالی آماده کرده بودم از خانم دکتر بپرسم که تو مسیرتون آیا به چالشی خوردید که بگید دیگه ادامه نمیدم، دیگه این تهشه؟ حالا من سوالو نپرسیده ایشون این چالش رو تعریف کردن و گفتن و از قدیم و ندیم میگن که همه چی توی استمراره. همه چی. بله. یعنی یه سروش فرحت هست، یه کلیپیشه توی اینستا خیلی معروف شده، میگه استمرار استمرار استمرار، گنج نهفته موفقیت های اکثر آدم ها از بزرگمردان تاریخ گرفته تا به امروز این هستش که مانع مگه میشه سر راه کسی نباشه؟ قطعاً هست. وقتی که ماها به مسابقه که خانوم هستیم، یا چالش برامون بیشتر هست یا موانع بیشتر حس میکنیم. 2 حالته که تو جامعه ما مانع هست، بیشتر هم حس میشه. خیلی از ماها اینو ابزار میکنیم، بهونه میکنیم که نشدنها رو بندازیم گردن این که مثلا حالا ما خانومی. میپردازم به این موضوع بیشتر.